بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، ورضي الله عن الصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. إنك بعوني الله تعالى ما درس خضر دوام دهم از رسالة اتحاف اهل الایمان، یعنی تحفه به اهل ایمان با درس های ماه رمضان از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالی. ما از این رساله با برکات تا امروز 3 درس را گذاشتیم. بارک الله فیکم. آخران درسی که کردیم درس 3 فی فضائل شهر رمضان و ما ينبغي ان يستقبل به، یعنی در فضیلت های ماه رمضان و چگونه باید آن را استقبال گرفته شود همان را گذاشتیم. امروز باشد به عون الله سبحانه و تعالی شیخ فرمود الدرس الرابع، درس 4، بیان ما ينبغي ان تشغل به اوقات رمضان المبارک، در بیان آن که باید وقتهای رمضان مبارک را، یعنی که با همچون غنیمت دانسته به خوبی و به نکی و به نکویی گذرانیدن. خلاصه وقتهای رمضان مبارک را باید که مشغول کرده شود، اشغال کرده شود. بارک الله فیکم. گفته است الحمدلله علی فضله و احسانه، تمام مدح و ستایش برای الله باد بنابر مهربانیش و احسانهایش. تفضل علینا ببلوغ شهر رمضان، الله برای ما مرحمت بخشید به رسیدن ماه رمضان که نصیب کرد که به ماه رمضان رسیدیم. و مکننا فیه من الاعمال الصالحه، در این ماه الله برای ما عملهای شایسته را کردن موفق و امکانیت بخشید. التي تقربنا الیه، این عملهای صالح ما را به او مقرب و نزدیک میگرداند. والصلاة والسلام على نبينا محمد كان أول سابق إلى الخيرات، و درود و سلام به پیغمبر ما محمد باد که اولین کسی است که به انجام دادن کارهای خیر سبقت کرد، گذشت. و علی آله و اصحابه الذين آمنوا به، و به خاندان او و به اصحابش کسانی که آمنوا به، به او ایمان آوردند. و عزروه، و را جانبداری کردند، طرفداری کردند. و نصروه، و به او کمک رسانیدند و را نصرت دادند علیه دشمنهایش. و اتبعوا النور الذي انزل معه، ایشان پیرو شدند آن نور را که همراه او نازل کرده شد، یعنی پیرو از قرآن شدند. اولئک هم المفلحون، ایشان هستند رستگاران. اما بعد، بعدا شیخ فرمود
فأوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك بتقوى الله. اولا خود را و شما را توصیه میکنم، وصیت و سفارش میکنم در این ماه مبارک با انجام دادن کارهایی که باعث تقوای الله می باشند. و فی غیره من الشهور، و در دیگر ماها نیز شما را و خود را نیز سفارش می دهم که با تقوای الله یعنی که ملازم باشند. ولكن هذا الشهر له مزية خصه الله بها، ولی این ماه به خود خصوصیت های دارد که الله سبحانه و تعالی با این خصوصیت ها وی را در میان دیگر ماه ها مخصوص جدا کرده است. فهو موسم الخیرات، بس این ماه یک موسمی و وقتی خیرات می باشد که در این موسم یا که در این ماه چنان خیرات را به دست آورده می شود که در دیگه ماه ها یعنی که به دست آورده نخواهد شد. وقد روی انه صلی الله علیه و علی آله و سلم کان یدعو الله ببلوغ رمضان. روایت میکنند که او صلی الله علیه و علی آله و سلم دعا میکرده بود که به رمضان برسد. فکان یقول اذا دخل شهر رجب، و هنگامی که ماه رجب داخل میشد چنین میگفت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای الله برای ما در ماه رجب و شعبان برکت عطا بخش و ما را با رمضان رسان. شاید شیخ بارک الله فیکم در آخر گوید ذکر کند که این حدیث ضعیف است. اخرجه البیهقی فی شعب الایمان. این حدیث را البیهقی در کتاب شعب الایمان تخریج کرده است. والبزار و بزار فی مسنده در مسند خود، کشف الاستار. و ابو نعیم فی الحلیه، ابو نعیم باشد در کتاب خود الحلیه. و ابن عساکر و ابن عساکر كما في كنز العمال. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. این حدیث را شیخ البانی در ضعیف الجامع ضعیف گفته است. وكذا ضعفه محقق الشعب، همچنین ضعیف دانست است این حدیث را آنی که کتاب الشعب را تحقیق کرده است. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومه. وروايات میکنند که او صلی الله علیه و علی آله و سلم با آمدن ماه رمضان اصحاب خویش را بشارت میداد و یبین لهم مزایا، و خصوصیت های این ماه را برایشان بیان و روشنی می انداخت. فیقول، بس می گفت ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک. ای مردم، واقعا برای شما ماهی بزرگ آمده استاده است که وی ماهی مبارک است، یا که ماهی بزرگ فرا رسید است که وی ماهی مبارک است. اگر خطا نکنم این حدیث نیز بارک الله فیکم ضعیف می باشد. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که چنین فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمود: اتاکم رمضان شهر مبارک. به شما ماه رمضان آمد، ماهی است که مبارک است. فرض الله عز وجل علیکم صیامه. روزه این ماه را الله به شما
فرض قرار داده است. تفتح فیه ابواب السماء، درهای آسمان را در این ماه گشاده می شود. و تغلق فیه ابواب الجحیم، و درهای دوزخ را بسته می شود. و تغل فیه مردة الشیاطین، و در این ماه شیطانهای تجاوزکار و بد را چه بسته می شود. لله فیه لیلة خیر من 1000 شهر، در این ماه الله شبی دارد که بهتر از 1000 ماه است. من حرم خیرها فقد حرم، کسی که از خیر این ماه یا که کسی از خیر این شب محروم شود واقعا او محروم شده است. اخرجه احمد، حدیث را احمد تخریج کرده است و عبد بن حمید فی المنتخب و النسائی و امام نسائی نیز حدیث را تخریج کرده است. بعداً شیخ فرمود حفظه الله تعالی: ويحث أصحابه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل. او صلی الله علیه و علی آله و سلم در این ماه اصحاب خویش را هوسمند میکرد به کوشش و تلاش کردن عاید انجام دادن عملهای صالح، خواه فرض باشد و خواه نفل باشد، من صلوات و صدقات، خواه نماز باشد و خواه صدقه، و بذل معروف و احسان، و صرف کردن کارهای پسندیده و کارهای نیک، و صبر علی طاعت الله، و صبر و شکیبایی به طاعت الله، و عمارت نهاره بالصیام، و روز این ماه را به روزه آباد و چه عمارت کردن، و لیله بالقیام، و شبش را با زنده‌داری و با قیام نماز، و ساعاته بتلاوت القرآن، و ساعتهای این ماه را با تلاوت قرآن، و ذکر الله عز وجل، و به ذکر الله عز وجل گذرانیدن. فلا تضيعوه بالغفلة والاعراض، شما این ماه را با غفلت و با سرپیچی ضایع نکنید. که حال الاشقیاء الذين نسوا الله فانساهم انفسهم، بمانند حال بدبختانی که الله را فراموش کردند بس الله ایشان را کاری کرد که از حال خیش حال خود را فراموش کردند. فلا يستفيدون من مرور مواسم الخير، بس فایده نمی برند از گذشتن یعنی وقتهای خیر، موسم خیر. ولا يعرفون لها حرمه، احترام این موسم را نمی دانند. ولا يقدمون لها قیمه، ولا يقدرون لها قیمه، قدر و قیمت این ماه را یا که این موسم را نمی دانند. كثير من الناس لا يعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر لتنويع المآكل والمشارب، بسیاری از مردم این ماه را نمی دانند مگر اینکه می دانند گویا که این ماه است برای خوراک و نوشاکی های رنگه و گوناگون. فیبالغون فی اعطاء نفوسهم ما تشتهی، مبالغه میکنند یعنی از حد زیاد میکنند در عطا بخشیدن نفس های خود آنچه را که نفسشان میخواهد. و یکثرون من شراء الکمالیات من الاطعمه والاشربه، و بسیار از حد زیاد روی میکنند از خریدن چیزهای طعام و نوشاکی های یعنی که از حد گران و گویم مبالغه. و معلوم ان الاکثار من المآکل والمشارب یکسل عن الطاعه، و همه معلوم است که بسیار خوردن و بسیار نوشیدن از طاعت تنبل میگرداند. و المطلوب من المسلم ان یقلل من الطعام والشراب حتى ینشط للطاعه، از مسلمان چنین طلب کرده می شود که هرچی یعنی که از خوراک و نوشاکی کم استعمال بکند تا فعال شود در انجام دادن کارهای پسندیده و در طاعت. و بعض من الناس لا يعرف شهر رمضان الا انه شهر النوم في النهار والسهر في الليل،
على ما لا فائدة فيه أو ما فيه مضرة. یعنی شیخ میفرماید که از مردم بعضی اشخاصی هستند که این ماه را نمیدانند جز ماهی، یعنی که خواب کردن در روز و شب را به بیداری گذرانیدن، به کارهایی که مثال گیریم در آن یگان فایده نیست، یا که در کارهایی میگذرانند در شب که در اون کار چه ضرر می باشد. فیسهر معظم لیله، بیشتری شبش را به بیدارخوابی میگذراند، او کله، یا که تمام شب را به بیداری میگذراند. ثم ینام النهار، بعد از آن روز شود، روزانه خواب میکند. حتی عن الصلوات المفروضه، و خواب میماند از نمازهای فرض شده. فلا یصلی مع الجماعه، نماز را با جماعت نمیگذارد. ولا فی اوقات الصلاة، و همچنین نمازها را در وقتهای نماز چه نمیگذارد. و فئة من الناس تجلس على مائدة الافطار تترك صلاة المغرب مع الجماعه، دسته از مردم هست که در اطراف دسترخوان افطار می نشیند، نماز شام را با جماعت ادا کردن را ترک می کند. هذه الفئات من الناس لا تعرف لشهر رمضان قیمه. چنین نوع و چنین قسم مردمی می باشند که نسبتی ماه رمضان یگان ارزش و قیمت آن را نمی دانند. ولا تتورع عن انتهاک حرمته بالسحر الحرام، و چه شر نمی دارند به سبب پایمال کردن احترام این ماه و با انجام دادن چه بیدارخوابی حرام، مثلا در سخنهای سفسطه، در یعنی که افسانه و یا که گویم مثال گیریم در سخنهای لغو وقتشون میگذارن، یا که در دیگر نمودی بازی و یا که تماشا کردن دیگر فیلم و دیگر یعنی که چیزهایی که در یوتیوب و در چیزهایی که اینترنتی است. و ترک الواجبات، بسبب ترک واجبات و فعل المحرمات، انجام دادن کارهای حرام، زنهای برهنه و دیگر چیزها را تماشا میکنند. و الى جانب هؤلاء جماعة لا يعرفون شهر رمضان الا انه موسم للتجاره، و در پهلوی آن با دیگر جماعت دسته انسانهایی هستند که این ماه رمضان را نمیشناسند، نمیدانند، مگر چنین میدانند که این وقتی تجارت رسید میگویند. و عرض السلع و طلب الدنیا العاجله، پیشنهاد کردن مال تجارتی و طلب دنیای یعنی که تیز گذر میکنند. فانشطون علی البیع و الشراء، در خرید و فروش چه فعال می باشند. فیلازمون الاسواق، دایم وقتشان را در بازارها می گذارانند. و یهجرون المساجد، ترک مسجدها می کنند. و ان ذهبوا الى المساجد فهم على عجل و مضض لا یستقرون فیها، و بگذار اگر به مسجد روند همچنین نوع انسانها ایشان شتابان و یعنی که ناراحت می نشینند و قرار نمی گیرند در مسجد. لأن قرة اعینهم فی الاسواق، زیرا یعنی شادی چشمشان در بازار است نه در مسجد. و صنف آخر من الناس لا يعرف شهر رمضان الا انه وقت للتسول في المساجد والشوارع، و یک صنف دیگر انسانهایی هستند که این ماه را نمی شناسند و نمی دانند بجز این ماه یک وقت است برای یعنی که پرسیدن، گدایی کردن، مسئلت کردن در مسجد و کوچه ها. فیمضی معظم اوقاته بین ذهاب و ایاب، بیشتری وقتش را برفت و آمد میگذراند. فیمضی معظم اوقاته بین ذهاب و ایاب، بیشتری وقتش را برفت و آمد ادا میکند، تمام میکند. و تجال هنا و هناك، به آنجا به اینجا رفت و آمد میکند. و انتقال من بلد الى بلد، از این شهر به دیگر شهر
یعنی انتقال میکند. برای چی؟ لجمع المال عن طریق السؤال، برای خاطر به دست آوردن یعنی که مال، پول و پیسه از طریق سؤال کردن و گدایی کردن. و اظهار نفسه بمظهر المحتاج، و خودش را یعنی همچون محتاج نشان میدهد. و هو غنی، حالان که او بای است. و بمظهر المصاب فی جسمه، خودش را نشان میدهد گویا که و خودش را چنان نشان میدهد که گویا که یعنی که در جسمش یگان بیماری باشد. و هو سلیم، حالان که او صحت سلامت می باشد. چنین کس یجحد نعمت الله علیه بالغنی بالغنا والصحه، یعنی نعمت الله که بالای او ارزانی بخشیده است که همچون یعنی بای و صحتمند می باشد انکار می کند. و یأخذ المال بغیر حقه، یعنی مال را بنا حق می گیرد. و یضیع وقته الغالی، وقتی گرانبهای خود را ضایع می گرداند. فیما هو مضرة علیه، در کارهایی که علیه او چی می باشد؟ ضرر می باشد. فما بقی لرمضان من مزیة عند هذه الفئات، برای رمضان یعنی که یگون خصوصیت، یگون برتری باقی نمی ماند در نزد چنین گروه مردم. بعداً شیخ می فرماید: عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره. بندگان الله، واقعا پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم در این ماه اجتهاد میکرده بود، چنان اجتهادی بیشتر میکرده بود که در دیگر ماه نظر به دیگر ماه ها هرچی بیشتر و زیادتر. و این کان علیه الصلاة والسلام مجدا فی العبادة فی جمیع اوقات، گرچه او صلی الله علیه و علی آله و سلم در عبادت کوشش و تلاش کننده بود در جمیع وقتهایش. فکان یتفرغ فی هذا الشهر من کثیر من المشاغل، اما در این ماه مخصوصا از بسیار مشغولیت و کارها فارغ می شد. التي هي في الحقيقة عباده، در حقیقت این مشغولیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبادت بود. لكنه يتفرغ من العمل الفاضل لما هو افضل منه، ولی او از عملهای فاضل بزرگ فارغ شده به عملهای میگذشت که ویها با افضل و بزرگتر می باشند. نعم. و كان السلف الصالح یقتدون به فی ذلك، سلف صالح اقتدا به او می کرده بودند. فی ذلك، در این. فیخصون هذا الشهر بمزید اهتمام، و مخصوصا در این ماه یعنی که خصوصیت اهمیتی زیادی را صرفه می کردن، اهمیتی زیاد می دادن. و یتفرغون فیه للاعمال الصالحه، وقت جدا می کردن در این ماه برای انجام دادن عملهای صالح و شایسته. و یعمرون لیله بالتهجد، شب این ماه را با تهجد آباد می کردن. و نهاره بالصیام، و روزش را با روزه و ذکر و بذکر کردن. و تلاوت القرآن، و با تلاوت قرآن آباد می کردن. و یعمرون المساجد بذلك، با همین یعنی که با همین چیزهای ذکر شده مسجدها را آباد می کردن. بعدا شیخ می فرما: فلنقارن بین حالنا و حالهم، بگذار ما باید چیکار کنیم، یعنی که نزدیک کنیم، قیاس کنیم میان حال ما را و حال ایشان را. و ما هو مبلغ شعورنا بهذا الشهر، چگونه می باشد یعنی که مثال رتبه حسیات ما نسبت این ماه. ولنعلم انه كما تضاعف فيه الحسنات فانما تغلظ السيئات فيه، باید ما بدانیم چگونه که در این ماه حسنات را یعنی که دوچند و زیاد کرده می شود، واقعا کارهای بد نیز در این ماه
دغلو یعنی که بزرگ می باشند و تعظم عقوبتها، عقوبتی کارهای بد در این ماه خیلی هم یعنی که زیاد می باشد. فلنتق الله سبحانه و تعالی و نعظم حرماته، باید ما از الله سبحانه و تعالی تقوا بکنیم و یعنی حرام کرده های او را، یا که بگیم چیزهایی که احترام کرده می شود باید که آنها را قدرشان را بدانیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره الحج در آیت 30 چنین فرمود: و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، یعنی کدام انسانی که حرمات الله را تعظیم می دارد، احترام می کند، این برای خود نکویی را انجام داده است در پیشگاه پروردگارش. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، الله برای همه توفیق و یعنی که کمک عطا بخشد به انجام دادن سخن و عملهای شایسته. و صلی الله علی نبینا محمد، و درود فرستد الله به پیغمبر ما محمد و آله و صحبه و سلم و به خاندان و اصحابش و سلام بفرستد. به همین بارک الله فیکم درسی یعنی که چهارم نیز به آخر رسید. از الله سبحانه و تعالی مسئله دارم که به عمل کردن چنین نصایح برای هر کدام ما و شما نصیب و روزی و توفیق عطا بخشد. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا، والحمد لله رب العالمین و بارک الله فیکم.